لغت ترانسپورت لغت بسیار پرکاربردی معادل حمل و نقل هست. The process of taking something. پس فرایندی که چیزی رو from one place to another از یک مکان به مکان دیگه. پس فرایندی که چیزی رو از یک مکان به مکان دیگه میبریم میشه ترانسپورت. مثل کالا. لغت مشابه ترانسپورت ترانسفر هستش. The process by which someone یعنی شخصی or something شخصی یا چیزی moves حرکت میکنه، تغییر مکان میده or is moved from one place, situation, job, etc. to another. یعنی یه فرایندیه که شخصی یا چیزی تغییر مکان میده یا تغییر مکان داده میشه از یک مکان، موقعیت، شغل و غیره. پس لغت ترانسفر معنی گسترده تری داره نسبت به ترانسپورت که انتقال چیزی بود.